Ты время видел? Почему так поздно пришел? Ты дальше на дерьме умалахом, фантазан был шапалок. Я не поняла, что ты сказал? هیچ نه جان میگم چی ای مگزین شکر بخرم که قیماق شپلاق نه قیماق شپلاق نه قیماق Базару нет-то, мужчина, но яйца-то у меня. Базару нет, Мадина. Яйца у тебя, но банан у меня. یک طبیب بوده، طبیب خلقی، فقط برای علفای طبیعت خود مطابقت میکرده. بعد یک روز بیمار من پیش همین طبیب خلقی میگه که بیمارم، بعد میگه که آخه چیکار خدمت کنیم؟ میگه همین علفات بسیار مقصد تعریف کردم. بعد همین طبیب چند نمود علفا را مردک داد میته، بعد بیمار میگه که طبیب همین علفات فایده داره؟ بعد میگه که کنش نه فایده داره. کننگ چی تو؟ اینا نمین نو یک دخانگه خریدم، با یک زنیگه گرفتم. اینا نصیب باشه یک موشی خریدم، با نزدیکی بچه مزن میتونم. همین فایده نیستن. هیچی نیست در خونه، خدا خودش میدونه. بتاکی دسترخونه نمیوی گردینونه، کجا برای میمونه سبیل سرمون مونه. سحر که میریم کرده هستیم غمی روزگارده، نامی روغن آورده ما میشنویم بزرده، کجا برای میمونه سبیل سرمون مونه. تختقی در شیدایی نشوه در نکشویی، نه خیره نه خدایی خودمون داریم گدایی، کجا برای میمونه سبیل سرمون مونه. در خانه گوشت و پوست نیست، خوردنی هم درست نیست، خو اقلا کپوست نیست، دشمن بسیار دوست نیست، کجا برای میمونه سبیل سرمون مونه. ای خدا جان یک کار کن، رزق ما را بسیار کن، ارزانی در بازار کن، تا که کنیم در خانه بالاگذر مهمانه.